برای اینکه این مسیر آبجکت تا تارگت رو بتونیم طی بکنیم کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم. یعنی توی آبجکت محیطی که هستیم اولینش طبیعتاً سنسینگ بود، یعنی اندازه گیری بکنیم تا بتونیم یک سیگنالی رو که احساس میکنیم تا توی اون یه مقدار زیادی ما اطلاعاتی رو میتونیم کسب بکنیم که در مورد اون تارگت یا لیبله به ما کمک بکنه رو داشته باشیم. مثلا اندازه‌گیری صدا، ویدئو، ساوند، ارتعاش، نمیدونم ویبریشن و نمیدونم دیگه جونم براتون بگه انواع و اقسام، ولتاژ، فشار صنعتی هم بخوایم نگاه کنیم، همه این موجودات رو میتونیم به عنوان اون سیگنال داشته باشیم. همواره گفتیم سیگنال یه فیلترینگ هم میکنیمش، ترتمیزش میکنیم که خیلی روش نویزی نباشه. مثلا روی چه بدونم سیگنال های ECG قلبی یا ایجی مثلا میگیم آقا فرکانس 50 هرتز برق شهر، چون دیوایسمون داره وصله به برقش هم فرکانس ممکن روش باشه، اونا رو بردار. سعی میکنیم سیگنالمون رو کلین کنیم، تمیزش کنیم، چیزایی که مطمئنیم که نویزه رو برداریم. یه مقدار من حواسا جمع باشه دیگه. اکثر دیوایسایی هم که الان ساخته میشن که سنسینگ انجام میدن، گفتیم که به لحاظ سخت افزاری هرچی گرونترها سخت افزاری تو خودشون فیلتر رو دارن، مثلا یه مدار آرسی خازنی چیزی بستن که پاک. بعد از اون سیگناله که اخذ میشه عموما در حوزه های پژوهشی یا صنعتی که وجود داره یه سری آدم دارن کار میکنن. مثلا توی نیروگاه طرف وقتی ارتعاش رو اندازه گیری میکنه از روی سیگنال ارتعاش یک فیچر اکسترکشنی رو انجام میده. حالا منظور من از فیچر اکسترکشن چی بود؟ چون با همون سیگنال خام میلی ولت با فرکانس مثلا 500 کی، 600 کی، 50 کی، 10 کی شما نمیتونی با همون سیگنال بفهمی که مثلا سیستم سالم معیوبه، یا بفهمی که اون فردی که داری مثلا داری دیتکت میکنی آقا یا خانومه، با خود مقدار سیگنال نمیتونی بفهمی. مثلا به ویژه توی صوت شما با دامنه شاید نتونی بفهمی، چون طرف بلند حرف بزنه یا آروم حرف بزنه دامنه کم زیاد میشه. یا عرضم به خدمتتون که این از یه نوع نگاه که باید یه فیچری در بیاری، مثلا فیچر فرکانسی در میارن، یا تو نیروگاه میرن چه بدونم این کارو میکنن، مثلا روی یه دونه شفتی اگر باشه ارتعاشا رو تو دو راستا اندازه گیری میکنن، ریلیتیو دو راستا این ارتعاش اندازه گیری میشه، بعد میان این دو راستا رو بر حسب هم میکشن و یه اوربیت هایی رو در میارن. میگن اگه داخل این اوربیته باشه مقدار ارتعاش سالمه، بره بیرون فالته، یا یه تبدیلای دیگه ای دامنه انولوپ فلان، یه چیزایی رو بلدن، یه فیچرهایی رو در میارن که احساس میکنن مفیده. اینجا تا اینجای قصه گفتیم اون سواد اون مجموعه لازمه. یعنی شما باید اون مجموعه کمک بگیرید. کار ایمیج دارید میکنید، باید با یه کسی که ایمیج شناسه حرف بزنید، بگید من اینو میخوام، اون بهتون میگه چه ویژگی استفاده کنید. گاهی اوقات هم آدمایی مثل ما که مثلا خیلی بیلمزم هستن میگن آقا هر چی فیچر تو این فضا میبینی تو ادبیات موضوع درش بیاد، 800 تا 900 تا همه رو در. البته که با راهنما باشه، با منتور باشه، با قول یارو گفتنی منطقی تره تا اینکه خودمون کیلویی بریم این کارو انجام بدیم. ولی گاهی اوقات در آوردن یه همه ویژگی‌ها خالی از لطف نیست. چون ما تو گام بعدی که تو این مسئله هستش یه کاری به نام فیچر کاندیشنینگ هم انجام میدیم. یعنی فیچر هامون رو مشروط میکنیم به یه سری موضوعات، یه کارهایی رو باش انجام میدیم. خروجی این سیگناله اینجا فضای ویژگی میشه، اینجا میشه فیچر. دوباره این هم خروجیش ویژگیه. این هم من بگم که یادمون باشه مثلا کلاسیفایره یا پردیکتوره یا رگرسوره، هرچی. فرض کنید دارید سهام پیش بینی میکنید، خود ولیو سهام رو نمیخوای پیش بینی کنی، میخوای کندل پیش بینی کنی، میخوای سودی نزولی پیش بینی بکنی،
میخوای خرید و فروش پیش بینی بکنی. اوکی؟ به هر حال میخوای یه کاری انجام بدی. این فیچر کاندیشن باکسیه که ما خیلی میخوایم در موردش صحبت بکنیم. یعنی جلسه پیش اینجا یه سری صحبت کردیم. فیچرها در اومدن، آماده هستن و ما چند تا مشکل داریم. یکیش اینه که نمیدونیم آیا همه این فیچرهایی که اینجا وجود دارن و در فضای RN هستن، یعنی ان بودی هستن، آیا همگی در این تارگت ما موثرن یا خیر؟ تا الان تو ابزارهای کلاسیفایر ما خیلی روی این بحث نمی‌کردیم. میگفتیم نیورال نتورک بده بهش ببین چیکار می‌کنه. ساپورت وکتور ماشین بده بهش ببین چیکار می‌کنه. اما تو ساپورت وکتور ماشین وقتی از فضای خطی خارج شدیم، واسه فضای کرنل شدیم، دیدیم میاد ابعادو میبره بالا که قابلیت تفکیک بهتری رو بگیره. درست؟ من گفتم یه شعبه دیگه از این قصه است که ابعادو میاره پایین. اینجا هم داشتم برای خودم حال میکردم، گفتم نگذارید همه ویژگی ها رو استفاده بکن. پس یکی از وظایف فیچر کاندیشنینگ چیه؟ کاهش ابعاد یا افزایش ابعاد رو چون دیدیم من دیگه در موردش حرف نمیزنم، در مورد کاهش ابعاد. خب کاهش ابعادی که میخواد بده برای ما با چه هدفیه؟ طبیعتا با هدف اینه که کار کلاسیفایر راحت بشه دیگه. یه کلاسیفایر بتونه راحت‌تر مسئله رو حل کنه، یا کلاسیفایر ساده تری رو بتونم من پیدا کنم. یادمون باشه میگفتیم کلاسیفایر ساده به این دلیل که میتونه قابلیت جنرالایزیشن خوبی به ما بده. اوکی؟ هر چقدر ساده تر باشه. ممکنه تو ذهنتون بیاد علی تو اس وی ام خب ابعاد می‌بردیم بالا، یعنی کلاسیفایر چیزی نه، اونجا می‌بردیم بالا که بتونیم با خط بازم جدا بکنیم. یعنی بالا رفتن ابعاد بازم برای ساده شدن کلاسیفایر بود تو اس وی ام. الان هم آوردن ابعاد پایین برای یکیشینه کلاسیفایرمون ساده تر بشه، چون تو بعد پایین‌تر داره تلاش میکنه تفکیک رو انجام بده. البته که کاهش ابعاد میتونه اطلاعاتی مثل نویز، اینجا فیلتر کردی از فیلتر رد شده، یه سری اندازه‌گیری‌های نویزگونه داریم تو سیستم، یا اطلاعات بی ربط. مثال زدیم گفتیم قد و وزن شما رو مثلا اندازه‌گیری بکنیم بفهمیم جنسیت چیه، مثلا عینک زدن یا نزدن ربطی به قصه نداره. بعضی از ویژگی‌هامون کامل بی ربط هستن، اونا رو نباید بیاریم. یا ویژگی‌های وابسته، وابسته باشه، یه ویژگیتون به یه ویژگی دیگه وابستگی داشته باشه. درسته؟ خب اون موقع شما دارید ویژگی‌هایی رو استفاده می‌کنید که خیلی برای کار دسته‌بندیتون مفید نیستن، که حالا این مثلا میشه با بحث اطلاعات تکراری مطرح کرد. یعنی یه سری اندازه‌گیری‌های تکراری انگار داریم ما و این باعث میشه که ما افزونه باشه اطلاعاتمون، ریداندنت باشه. افزونگی رو بایستی تا اونجایی که ممکنه کمش بکنیم. یه بحث آخری هم که مطرح کردیم، یه بحث این بود که با این کاهش بود میتونیم بحث همبستگی رو هم یا کورولیشن رو هم با هم داشته باشیم. یه جورایی میتونیم ببینیم که این ویژگی‌هامون چقدر به هم وابسته هستن، همبسته هستن، چقدر با هم کورولیشن دارن، چقدر مستقل هستن. البته استقلال یه بحث دیگه داره، ولی کورولیشن توی اینها رو هم میتونیم لحاظ بکنیم. بذارید یه توصیف ذهنی بهتون بدم. ما الان تو کدوم فضاییم؟ تو فضای انبودی. درسته؟ تو فضای انبودی یه پوینتی رو به ما دادن به نام X. میخوایم در موردش حرف بزنیم، میخوایم توصیفش بکنیم، میخوایم چیکارش کنیم؟ میخوایم رپرزنتیشن براش داشته باشیم، اونجا نمایشش بدیم و در مورد رفتارش صحبت بکنیم. این تو اون فضا بر مبنای چه موجودی داره رپرزنت میشه؟ بر مبنای ایکسی که n در یکه، یعنی x1 x2 تا xn. حالا این x1 x2 x3 یعنی فضای برداری ما، فضای برداری n بعدی که ما داریم.
درسته؟ حالا کورولیت بودن اینها یعنی چی؟ ما دوست داریم این فضای توصیف ما یه فضای چی باشه؟ متعامد باشه تا رپرزنتیشن ها یونیک بشن و بتونیم کلی حرف بزنیم. اگر اینا با هم کورولیشن داشته باشن یه ذره بگیم مثلا توصیفمون یونیک نیست، این یه مقدار وابستگی تو این داره، شاید فقط بتونم به تنهایی با این کارم رو راه بندازم یا هزاران چیز دیگه میاد توی ذهن آدم که اینها پکیجشون ذیل موضوعی به نام فیچر کاندیشن مطرح میشه. میخوایم ورود کنیم به این قضیه، آروم آروم و ساده ساده پیش بریم. سوال بفرمایید. نه استقلال تو فضای خطی چیزه. تو فضای خطی با هم متفاوت. بحث کورولیشن همبستگی دارن یا همبستگی ندارن. بحث کورولیشن رو من دارم مطرح میکنم. یعنی اینا آیا با هم کورولیتد هستن یا آن کورولیتد هستن. ویژگی‌های ما مؤلفه هاشون مستقلن یا آن کورولیتد. اینا با فرق میکنن. همبستگی با استقلال، ناهمبسته با استقلال یا آمار احتمالات مرور بکن. فعلا من کورولیشن رو بحث میکنم. بذار یه جمله بگم برات. خیلی مثلا x1 زیاد میشه x2 هم زیاد میشه. خب اینا یعنی چی هن؟ اینا یعنی دیتاهات به هم دیگه چی دارن؟ کورولیشن، با هم همبستگی دارن. یعنی افزایش یکی روی اون یکی. این یعنی چی؟ یعنی پراکندگی این رو پراکندگی اون تاثیر. کورولیشن. استقلال یه جایی است. عرضم به خدمتون گفتیم این فیچر کاندیشنه که با دیدگاه مثلا کاهش ابعاد بهش ما نگاه کردیم. این کاهش ابعاد یا این کاری که داریم انجام میدیم میتونه با دو تا دیدگاه باشه. یعنی تو فضای ابعاد اگر نگاه کنیم میتونیم دو جور میتونیم این کار رو انجام بدیم، کاهش بعد رو انجام بدیم. دو جور چی جوریه؟ من یه سری یه مجموعه از ویژگی دارم x1 تا x. میتونم تو این ویژگی ها کار سلکشن انجام بدم، یعنی بعضی از اینا رو انتخاب بکنم، یا میتونم کار مپینگ انجام بدم. مپینگی که ابعادو بیاره پایین. منظور من از مپینگ چیه؟ منظور اینه سلکشن که مشخصه، یعنی شما میگید در فضای n بعدی هستی علیاری، میریم به فضای m بعدی، اینجا x1 تا xn رو داری، اینجا x چه بدونم i1 i2 تا x im رو داری که این x i ها از این تو انتخاب شدن. یعنی تو میگی ویژگی فرکانس رو بردارم، ویژگی میانگین رو بردارم، ویژگی واریانس، یعنی اونایی که اینجا تولید کردی اگزکتلی میان اینور میشه. اما گاهی اوقات بحث اینجوری نیست، بعضی اوقات لازم هستش به خاطر اون بحث فیچرها، کورولیشن و ما سلکت نکنیم، مپ کنیم. یعنی چی مپ بکنیم؟ یعنی یک ترکیبی از اینها رو برداریم. مثلا فرض بفرمایید من میگم فضا به این ترتیب بشه، فضای y1 a1 x1 a2 x2 مثلا y تا an xn. یک نگاشتی از ویژگی ها. مثلا فرض بفرمایید من به این نتیجه میرسم 2 برابر وزن و بله به 4 برابر قطع کنم میتونم تفکیک جنسیتی انجام بدم. یک مپی از اونها رو استفاده بکنم. صحبت میکنیم چه موقع به این سمت میدیم و چرا بایستی به این سمت بریم و این چه کمکی میکنه برای حل مسئله ما. که این نگاشته یا مپینگه دوباره دو جور میتونه انجام بشه، یا میتونه لینیر باشه یا میتونه نان لینیر اتفاق بیفته. یعنی ما این نگاش رو خطی انجام بدیم یا نگاش رو غیر خطی انجام بدیم. مثلا غیر خطی اون کرنلا ما رو میبرد به فضای غیر خطی، ابعاد رو میبرد بالا، ولی توی ابعاد غیر خطی این کار رو
انجام میدادش. بله. آره من فقط یه دونه‌شو نوشتم. بازم این همینه. ببینید این بنویسم وای مثلا این دوباره میره به فضای RM که اینجا مثلا وای 1 وای 2 تا وای M. حالا اینجا اگر بخوام بنویسم I1 I2 چون ذرات ممکنه این کارو بکنه. میتونه لزوما نمیخواد بریم تو یه بود. بفرمایید. نورمالایز هم همین اتفاق. نورمالایز کردن هم همون فیچر کاندیشن بهش میگه. میرسم نورمالایز کردن یعنی چیکار میکنه؟ خب کلا نورمالایز کردن در فرایند فیچر کاندیشنینگ قرار میگیره. الان نورمالایز کردن یعنی چی؟ ایکس رو ضرب در یه عددی داری میکنی دیگه. هر بعد رو ضرب در یه چیزی داری میکنی دیگه. حالا فرض کن میاد اگر ایکس رو یه چیزی هم ازش کم بکنی یعنی داره مرکزش رو جابجا میکنی دیگه. درسته؟ منم دارم ایکس رو ضرب در یه چیزی میکنم. بقیه رو ضرب نمیکنم. این اولی رو تو یه چیز ضرب میکنم، دومی رو تو یه چیز ضرب میکنم. اوکی؟ ذیل این تعریف میشه. ذیل این مپینگ تعریف میشه. فقط مپینگش یونیکه. اینو میگیرم تقسیم بر واریانس میکنم اینجا. اینو تقسیم بر واریانس ایکس رو. تقسیم بر واریانس ایکس. میشه. شد؟ قصه این تو اگه اینجا داری با من حرف میزنی ببین اینجاست. من فیچر اکسترکشن رو کردم. اینجا سیگنال کلین. خب سیگنال میگیرم حالا توی ویژگی استخراج ویژگی میخوام بکنم. شما میگی اینجا من میخوام نرمالیزه کنم بعد ویژگی استخراج کنم یا اول از ویژگی استخراج کنم بعد نرمالایز کنم. بحثت اونجاست با من دیگه. آره درست فهمیدم. اینجا کار فرقی نمیکنه. شما همون متدولوژی که اون فیچر اکسترکشن داره رو اعمال بکن. یعنی نرمالایز میکنی بعد FFT میگیری بگی. اگر هم نرمالیزه نکنی من بعدن اینجا اگه لازم بشه ابزارشو دارم برای نرمالیزه کردن. یعنی اگر اون اتفاق نیفته نرمالیزه کردن دیتا همون فیچر کاندیشنینگه. کار خاصی نیست. ضربه دیگه. این اتفاق میفته ذیل. یه نکته دیگه ای که الان باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که ما این کار رو دوباره فیچر کاندیشنینگ یا این عملیات رو میتوانیم مثلا سوپروایز انجام بدیم یا آن سوپروایز انجام بدیم. یعنی موقعی که من دارم ایکس رو فرفست سلکشن میکنم مپینگ میکنم یا هر بلایی دارم آیا به لیبلش توجه میکنم و این کار رو میکنم یا به لیبلش توجه نمیکنم و این کار رو انجام میدم که ذیل اینها مثلا تو سوپروایز LDA یا اینا مطرح میشه. اینجا PCA مطرح میشه که ان شاءالله در موردشون صحبت میخوایم بکنیم. پس برای اینکه یه ذره یادآوری بشه من یه ایکس آی به عنوان بردار ویژگی دارم، یه وای آی به عنوان لیبل دارم. آی هم از 1 تا n هست. البته که این وای آی اندیس j میتونه داشته باشه. یعنی وای آی های من متعلق هستن به مجموعه کلاس 1 کلاس 2 مثلا تا کلاس زد با اومگا بنویسم. اومگا 1 اومگا 2 تا اومگا سی. مثلا وای آی ها هر کدوم از اینها میتونه باشه برای کلاسیفیکیشن. برای کار شناسایی یا رگرشن هم فرقی بازم نمیکنه. وای آی میتونه مقدار کانتینیوسی باشه. یعنی من باید به مقدار خروجی تارگت توجه میکنم برای انجام این عملیات، لحاظش میکنم یا نمیکنم. نکنم میشه بدون مربی، بکنم چه با مربی. که توضیحاتی هم من دادم و رد کردم قصه رو. این که ما الان مثلا بعضیا قائل هستن که تمام این عملیات الان ما 3 تا باکس کردیم دیگه، باکس 1 و 2 و 3. بعضیا کل این رو به ویژه از سال 2012 به بعد میخوان یک پارچه انجام بدن. یعنی فیچر اکسترکشن و فیچر کاندیشن و کلاسیفایر رو هم انجام میدن.
که همون بحث های مسیرهایی هستش که جفری اینتون اینا رو انداختن و با عنوان دیپ لرنینگ شناخته میشه. مثلا توی شبکه‌های عصبی کانولوشن میاد سعی میکنه اکسترکت بکنه، پولینگ بکنه، نمیدونم فلان بکنه، کلاسیفایر هم یه فولی کانکتد گذاشته تهش میگه اینا رو از هم جدا بکنه. که توضیح دادم ما تو ماشین لرنینگ باکس میبینیمش برای اینکه تحلیل درستی داشته باشیم، چون ساختار اونا هم همین هستش، از همونجا آمده و جنرالایزیشن رو مورد توجه ما قرار میخوایم بدیم شدیدا. خب این از این و این حرفایی بود که جلسه قبل زدم. بریم سراغ فیچر سلکشن، بریم سراغ بحث، از یه کار ساده شروع کنیم دیگه. فیچر سلکشن یعنی کاهش ابعاد رو با دیدگاه سلکشن ببین. یه بحثی که داریم اینه ما الان n تا ویژگی داریم، یعنی در واقع یعنی صورت مسئله‌مون اینه من n تا ویژگی دارم که این ویژگی ها یه مجموعه است، مجموعه x1 x2 تا xn. میخوام از این n تا ویژگی m ویژگی مناسب رو انتخاب بکنم یعنی در واقع m ویژگی که یه سابستیه دیگه، درسته؟ این یک زیر مجموعه از اون مجموعه اصلی منه. میخوام یه زیر مجموعه ازش انتخاب بکنم. چند جور این کار رو میتونم انجام بدم؟ یه فرض هم کردیم، یه فرض کردیم m را میدانیم، فعلا فرض کنید میدونیم میخوایم چند تا انتخاب کنیم، چون سوال مهمیه دیگه. آقا میخوای از n بعد فضای Rn میخوای بیای کاهش بعد بدی. خب کاهش بعد یعنی میخوای کجا وایسی که بعد حالا اون تعداد انتخاب بکنی، یعنی Rm میخوای بیای که m از n کوچیک‌تره. سوال اول اینه m چنده؟ فعلا فرض کن میدونیم چند تاست، میدونیم چند تا میخوایم انتخاب کنیم. بریم ببینیم چه جوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. چند حالت میشه این کار رو انجام داد؟ 2 توان n منهای 1 حالت دیگه، درسته؟ 2 توان n منهای 1 زیر مجموعه داره که میشه این انتخاب ویژگی رو توش انجام داد. مثلا اگر 10 تا باشه میشه 1023 حالت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم دیگه. یعنی اگر 10 تا ما ویژگی داشته باشیم 1023 حالت میتونیم ویژگی انتخاب کنیم، زیر مجموعه انتخاب بکنیم. یعنی تمام فضای سرچ ما میشه، کل فضای سرچ ما 1023 تاست. خب این 1023 تا رو میشه دونه دونه امتحان کرد دیگه، کار سختی نیست دیگه. من 1023 تا رو دونه دونه امتحان کنم، بدم به کلاسیفایرم، کلاسیفایر پرفورمنس بده، یا بدم به رگرشنم به من پرفورمنس بده و همه رو مقایسه بکنم، یکی از همه بهتره و اون رو انتخاب کنم. فقط دقت بفرمایید اینجا یه نکته رو باید در نظر بگیرید. برای اینکه تو این فضا بهترین رو انتخاب کنید باید چیکار کنید؟ کدومشون بهترینه؟ اینو باید حواستون باشه. بهترین انتخاب رو باید با داده‌های چی انجام بدید؟ با داده‌های تست باید انجام بدید. با ترین میرید کلاسیفایرتون که هر چیزی هست، چه بدونم مثلا لینیر نیورال نتورک هر چیه، اونجا پارامتراشو تنظیم میکنید. ولی وقتی خواستید مقایسه بکنید کدوم سابست از این 1023 تا بهترینه، نمیرید به خطای ترین نگاه کنید هر کی کمتر بود بهتره. میاد به چی نگاه میکنید؟ تست رو بهش میدید، میگید حالا تست بکنم دونه دونه، اونی که کمترین خطا رو داشت. پس حواسمون باشه بحث فیچر سلکشن ذیل داده‌های تست موضوعیت پیدا میکنه. چرا؟ چون شما با فیچر سلکشن دارید استراکچر کلاسیفایرتون رو تنظیم میکنید. اگر شما 10 تا ورودی داشته باشید نیورال نتورکتون یه ساختار پیدا میکنه، اگه 3 تا ورودی داشته باشید نیورال نتورکتون یه ساختار
دیگه ای پیدا میکنه. یعنی این تعدادی که اینجا داره به عنوان اینپوت میره تو کلاسیفایر، استراکچر کلاسیفایر شما رو داره شکل میده. حتی فرض کنید اینو ما به ساپورت وکتور ماشین بزنیم، یعنی ساپورت وکتور ماشین ورودیاش ویژگی باشه، بخوایم سلکشن براش بزنیم. اینکه اونجا چند تا کرنل بعدش استفاده میشه وابسته میشه به اینکه ما چند بود میخوایم ورودی بدیم بهش، بزرگ میشه یا کوچیک میشه تقریبا. با اونش کار ندارم، اون تو هر اتفاقی میخواد بیفته. اما من باید با داده‌های تست بسنجم که چه اتفاقی باید برام بیفته. حله؟ چون داره، یادتون باشه یه جمله عمومی من گفتم، داده‌هایی که پارامتر شکل میدن برای شما ترینا، داده‌هایی که ساختار برای شما میسازن تسته، داده‌هایی که گزارش میکنید به کارفرما ولیدیشنه، عددی که میخواید گزارش بکنید و بگید آقا این کار من خیلی خوبه. عددهایی که ناظر پروژه میاره تو پروژه مچ شما رو بگیره ولیدیشن است. اوکی؟ خب پس من همه 1023 تا رو میتونم امتحان بکنم. اما خب اگر فرض بفرمایید تعداد ویژگی‌ها مثلا از چه بدونم این n رو دارم عرض می‌کنم، یه محور بکشم، فرض کنید n تون تا معمولا تا 10 15 تا اگر باشه، از 0 تا 10 15 باشه n شما، این کار خوبیه. اما حالت‌ها رو تست کنید، یعنی یه اگزاستیو سرچ، حالا نگید مثلا همه رو تست کنید، مشکلی نداره، اونقدر کامپیوتیشنالی به هم نمیره. ولی وقتی از یه عددی بزرگتر میشه دیگه واقعا جستجوی تمام فضای ویژگی کار عاقلانه‌ای نیست. یه مقدار باید این جستجومون رو هدفمند بکنیم. برای انتخاب سابست که اینجا چند تا شعبه وجود داره. یکی از مهمترین شعبه‌هاش که توی درس شناسایی سیستم هم ما مطرحش کردیم چیه؟ فوروارد سلکشن. یعنی چی فوروارد سلکشن؟ یعنی چی کار بکنیم علیاری؟ اصلا کار سختی نیست. میاد میگه آقا چند تا ویژگی داریم؟ میگیم مثلا 20 تا. میگه بیا این ویژگی ها رو نوبتی دونه دونه بده به کلاسیفایر. یه بار ویژگی 1 رو بده، یا خطایی پیدا میکنه دیگه کلاسیفیکیشن. یه بار ویژگی چی رو بده؟ 2 رو بده. یه بار ویژگی 3 رو بده. یه بار هم ویژگی چند بود 20 رو بده. هر کدوم اینا یه خطای تستی پیدا میکنه. اونی که خطای تست کمتری داره نسبت به همه، اون رو سلکت کن، اون رو برای خودت برش دار. ببین واقعیت هم اینه، وقتی شما تک به تک نگاه میکنی ویژگی ها رو، ویژگی که نویز باشه چی میشه؟ خب نمیتونه موثر باشه. این اپ ببینید ویژگی مثلا ارزم به خدمتتون تکراریا، ویژگی هایی که وابسته باشن به بقیه، اوکی، یا ویژگی های بی ربط، مثلا ویژگی بی ربط بزنید. ویژگی بی ربط چیکار میکنه اینجا؟ اینا همشون فیل میشن دیگه، اینجا از ده حذف میشن. نگم حذف میشن، اینا تو انتخاب اول انتخاب نمیشن. حاله؟ پس من اولین انتخابم رو x آیا 1 رو از کل چجوری انتخاب میکنم؟ n بار عملیات کلاسی، حالا در طبقه بندی یا رگرشن رو انجام میدم. بهترینش رو بردارم. این بهترین انتخاب شد. چند تا ویژگی باقی مونده؟ m منهای 1 دیگه باقی مونده. من باید m منهای 1 دیگه انتخاب بکنم. چجوری بعدی رو انتخاب کنم؟ میگم این که انتخاب شد، دومین ویژگی بیاد کنار دست این، نوبتی بیان وایسن. یعنی n منهای 1 بار عملیات رگرسیون طبقه بندی با 2 ویژگی رو انجام میدم من. درست شد؟ n تا با 1 ویژگی بود، این با 2 ویژگی، مثلا x آی 1 و حالا x آی 2 هم تکلیفش معلوم میشه که چی باید باشه.
کدوم یک از اینها باشه. ممکنه این x3 باشه، اینجا x3 میمونه، بقیه میان کنار دسته. و طبعا این مسیر چه اتفاقی میفته براش؟ ادامه پیدا میکنه. یعنی همینجوری دونه دونه ویژگی ها میان کنار ترکیب بعدی قرار، عالی کار میکنه. علیرغم اینکه بسیار ظاهر ساده‌ای داره، منم هر چی درس میدم اینو درس میدم. شناسایی درس میدم، میگم رگرسور انتخاب کنید، فیچر انتخاب میکنید درس، چون کارایی بسیار خوبی داره. کلی الگوریتم‌های پیچیده و عجق وجق تو این فیچر سلکشن هست، ولی هنوز من با این دارم هنوز پول در میارم، بس نشون میده کار میکنه. هنوز هر وقت در نیاوردم دیگه درس نمیدم. اوکی، پس یعنی عملیاتیه، بسیار عملیاتیه. ایراد هم داره، سوراخ هم داره. یعنی اینجور نیستش که این کاری که ما داریم انجام میدیم یه کار اپتیماله، این یه کار ساب اپتیماله. فقط یه نکته اول بگیم که اول یه نکته بگم بعد بگم چرا ساب اپتیمال. من این عملیات رو تا کجا باید ادامه بدم؟ یه دونه یه دونه تا کجا اضافه بکنم؟ طبیعتا دوباره جایی که با وایسیم رو کی تعیین میکنه برای ما؟ دوباره دادای تست میاد میگه آقا من کمکت میکنم. چجوری این کار رو انجام میده؟ مثلا اینجا تعداد فیچر باشه، اینجا هم چه بدونم، حالا ما مثلا می‌خواستم بگم correct class باشه، correct class function باشه، تعداد درست داد چند تا کلاس صحیح. شما وقتی شروع میکنید با یه ویژگی، دو ویژگی، سه ویژگی، 4 ویژگی، 5 ویژگی، همینجوری دارید اضافه میکنید و این رو برای داده‌های تست ترسیم میکنید، این شروع میکنه به زیاد شدن. برای تست ها دقت بفرمایید، برای ترین همیشه میره بالا، ولی برای تست تا یه جایی میاد، از یه جایی به بعد چه اتفاقی میفته؟ یا اشباع شده باقی میمونه، یعنی شما هر ویژگی که استفاده میکنید میاری تو بازی خیلی تأثیری نداره، یا گاهن کم میشه. درست شد؟ حالا با شیب‌های مختلف. هر جای این اتفاق افتاد اونجا استاپ کاندیشن ما هستش. درست شد؟ الگوریتمش این همون فورواسه، اونه که شناسایی داشتن مفصل آشنا هستن، اونه که نداشتن هم فکر کنم الان اوکی شدن با این قصه که ما. ببینید بچه‌ها، این برای یک فضای بزرگ و اینکه بیشتر از 10-15 تا باشه چیز خوبیه ها. کمتر بود مثلا ما یه کاری بود، یه نیروگاه مینیمال بود، مثلا 15 تا بود، یکی با یکی بچه‌ها داشتیم پروژه بعد دور فورواسه کیلو چند بعد هم طرف بزن درش میاریم اینجا. ولی وقتی مثلا تعداد اینها به 100 تا رسید، اسکیل 100 اسکیل گنده ایه دیگه. اسکیل 100 از 2 به توان 10 به توان 10، یعنی 1023 مثلا 4 به توان 10. خیلی دکله این عدد، تو نمیتونی همه رو تست بکنی، چاره‌ای نداری جز این که بتونی یه جستجوی هوشمندانه اینجا انجام بدی. این بحثی نیستش که من بخوام چیز بکنم و چی میگم بهش، بگم فقط این روش هستش. خیلی هزاران روش دیگه وجود داره. مثلا یکی از چیزایی که خیلی معروف هم هست، خیلی طرفدار داره، میان ژنتیک الگوریتم میزنن، نه از الگوریتم‌های خفن استفاده میکنن. این خیلی استریت فوروارد و ساده و سریع. چند تا نکته بگم. یکی از دلایل ساب اپتیمالیش چیه؟ اینه که شما تو هر گام هر ویژگی رو که انتخاب کردی دیگه اون ویژگی تا آخر الگوریتم کنار دست شما میمونه. تو گام اول و دوم نه، گام سوم چهارم به بعد بیشتره، چون گام اول بهترین انتخاب میکنه، معمولا اون همیشه باقی میمونه. ولی از گام دوم سوم به بعد ویژگی که مثلا میاد میشه XI1 XI2 XI3، شاید ترکیب I2 و I3 به جای اینکه با I1 کار خوبی رو بتونه انجام بده، با یه I5 دیگه میتونسته توصیف یا رپرزنتیشن خوبی رو انجام بده.
ولی چون شما آی1 رو دیگه انتخاب کردی یا آی2 رو انتخاب کردید، حالا اصلا میخوام آی1 و آی3 آی2 رو انتخاب کردید دیگه حذفش نمیتونید بکنید. این باقی مون توی الگوریتم شما تا انتها. اینه آش کشک خالتونه دیگه، باید نگهش دارید تا انتها. خب یه ایده‌ای مطرح میشه برای اینکه یه ذره من یه مقدار رو فوروارد سلکشن مکس میکنم، زیاد حرف میزنم، حالا بچه‌ای که شناسایی دارن آگاهشون بکنم. فوروارد سلکشن تو کار کلاسیفیکیشن خیلی بهتر از اون دوال الگوریتم است، خیلی خوب کار میکنه. واسه خاطر همین پیشنهاد میشه که عمدتاً همین رو میگیم ما. یه جمله بگم برای حل شدن این مشکل چه فکرایی میکنن که آقا انتخاب کردیم فوروارد سلکشن دیگه چیز نشه، میگن آقا ببین این مجموعه کل x شماست، درسته؟ این هم x سلکشن شماست دیگه. ما یه x منهای x سلکشن داریم دیگه، درسته؟ یعنی ویژگی هایی که انتخاب نشدن موندن بیرونه. گاهی اوقات یه کار اینجوری انجام میدن، میان از x منهای xs با xs چیکار میکنن؟ این دوتا رو کنار هم مینویسن، مجموعه هاشون رو، یه دونه از اینا رو انتخاب میکنن با یه دونه از اونا جابجا میکنن، سواب میکنن به قول یارو گفتنی. یعنی چی؟ یعنی ویژگی که اون توه 100% اوکی نیست. میتونه چی بشه؟ همون جور که سلکشن براش برقراره دی سلکشن هم داشته باشه. اوکی؟ دی سلکت شدن رو براش نگه میداریم که مثلا بهش میگن استپ بای سلکشن، یعنی انتخاب استپ بای سلکشن، همچین فرمتی. یعنی اونایی که انتخاب نشدن هم اجازه این رو بهشون میدیم که به صورت تصادفی گاهی بیان تو این ترکیب قرار بگیرن. حالا اینکه ریتش چی باشه اینا بحث متفاوتی. میخوام بگم این کار دی سلکشن رو میشه انجامش بدیم حتما. تا اینجا حله؟ اوکی. آره. ببین ما یه مجموعه انتخاب کردیم، این تقریبا تموم شد. همه رو انتخاب کردیم دیگه، سلکت کردیم تا تمام. اما خیلی نگرانیم، میگیم چون گفته علیه گفته ساب اپتیماله، میایم از اینها با احتمال مثلا یک امام، یک الگوریتم با احتمال یک امام انتخاب میکنیم یه ویژگی رو، از مابقی که انتخاب نشدن با احتمال یک روی n های m تا هم انتخاب میکنیم. اینا رو جابجا میکنیم، یعنی این ویژگی رو برمی‌داریم میندازیم تصادفی. بعد در نهایت می‌بینیم پرفورمنس این چی میشه؟ بهتر شد، بدتر شد. چندین بار این عملیات رو بعضی رگرسورها جابجا میشن، بعضی از رگرسورها قطعاً جابجا میشن. بهش میگن استپ بای سلکشن. یا ادوانسش مثلا با ال پلاس کا ماینسه که الان اونم توضیح خواهم. به همین سادگی. سوال تعداد زیر مجموعه‌های غیر تهی یه مجموعه n عضوی چند تاست؟ تعداد زیر مجموعه های غیر تهی یک مجموعه n عضوی های قاسمی بپرس بلده. مثلا مجموعه 3 عضوی چند تا زیر مجموعه داره؟ هر عضوی میتونه باشه یا نباشه دیگه ها. هر عضو میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه باشه میتونه نباشه. چند تا؟ 2 چند تا 2 به توان n. یه دونه کم میکنم برای چی؟ پوچی دیگه، که پوچ باشن هم مثلا نمیتونیم که هیچ ویژگی ندیم. همینجوری عدد مثلا یه اسکیلی هم مسئله دستتون بیاد. خب ببین تا این 0 تا 10 به توان 15 گفتیم میتونی از اون اگزاستیو سرچ استفاده کنی، یعنی تمام فضا رو شخم بزنی. فوروارد سلکشن و اینا معمولا تو سی بود به بالا ازشون استفاده میکنم. سی بود به بالا باشه ازش استفاده میکنم. فوروارد بین 10 15 تا 30 اینه که میگم دوال این الگوریتم فوروارد سلکشنه بچه‌ها، دوالشه. حالا بعد تلفیقش میکنم میگم من خودم چجوری استفاده میکنم، ولی دوال فوروارد سلکشن چیه بچه‌ها؟ دوگانش بکوارد الیمینیشن.
حذف پس رونده. backward elimination. backward elimination بچه به لحاظ نظری یا به لحاظ تئوری قابل بیانه، ولی معمولا الگوریتم خیلی عملیاتی نیستش، خیلی عملیاتی نیستش. backward elimination یعنی چیکار کنم؟ یعنی به جای اینکه از ابتدا برم بالا، از انتها برگردم بیام عقب. یعنی فرض کنم همه ویژگی ها شایستگی قرارگیری در اینجا رو دارن. درست؟ خب بسم الله کلاسیفایر کار. بعد شروع کنم دونه دونه کلاسیفایر ها از ویژگی ها بردارم. بگم ویژگی اول برداشت. خب کلاسیفایر چه بلایی سرت اومد؟ یه پرفورمنسی داره دیگه. حالا ویژگی اول بذارم سر جاش، ویژگی دوم بردارم. بذارم سر جاش، ویژگی سوم بردارم. خب این جابجا شدنه چه اتفاقی میفته؟ ما بعضی اوقات بعضی از ویژگی رو برمی‌داریم یا میذاریم، تأثیری توی پرفورمنسمون اونچنان، یا بسیار تأثیر کمی در پرفورمنس تست. اون ویژگی رو میندازیم دور. پس اینجا من میتونم بنویسم n-1 دسته‌بندی، ببخشید n دسته‌بندی با n-1 ویژگی میزنیم. اینجا n تا دسته‌بندی با یه ویژگی میزدیم، یعنی کلاسیفایرت خیلی کوچولوئه. اینجا از اسکیل 10-20 مثلا 20 تا دسته‌بندی کننده با 19 ویژگی میزنیم. تو اینا نگاه میکنیم ببینیم نسبت به حالتی که همه هستن کدومشون اوضاع مسئله ما رو هیچ تأثیری نداشتن. هر کدوم بدونه اون ویژگی که این داخل بوده و ما حذفش کردیم دیگه دائم میگیم وایسه. توی بعدی چی؟ n-1 دسته‌بندی با n-2 ویژگی. دوباره یکی دیگر رو میذاریم بیرون. دوباره یکی دیگر میذاریم. تا کجا پیش میریم؟ تا جای پیش میریم که یه ویژگی رو برمیداریم میذاریم برمیداریم، اصلا تاثیر خیلی شدیدی توی مسئله ما میذاره. اونجا وای میستیم میگیم بسته دیگه حذف نمی‌کنیم. به نظر میاد به ویژگی اصلی رسید. طبیعتا این هم چیه دوباره؟ ساب اپتیماله. چرا ساب اپتیماله؟ چون یکی رو میندازیم بیرون دیگه اون بدبخت شانس برگشت نداره. چجوری حل کنیم؟ میتونیم اون بدبختو که انداختیم بیرون یه جا نگه داریم هی بگیم یکی دو از اوقات بیاد توی. اما این حذف پس رونده رو خیلی پیشنهاد نمی‌کنن، چون شما یه دفعه داری کل فضا رو مثلا رو حل می‌کنی. تو کل فضا یعنی همه فضا با همه ویژگی با همه دکلیش داری یه بار حل می‌کنی. به لحاظ کامپیوتیشنال هزینه بسیار گزافی رو داری پرداخت می‌کنی. معمولا ابعاد از 20 سی بره بالا بکوارد الیمینیشن موضوعیت دیگه نداره. درست شد؟ ببین پیشنهاد من 0 تا 10 15 این کارا حول و حوش سرچ کن، همه حالت رو پیدا کن. تا 30 بکوارد الیمینیشن بزنیم فوش نمیخوری. حالا 30 25 اینا عددهای سرانگشتی ها، ولی دیگه از 25 30 رفت بالا بکوارد الیمینیشن اصلا فراموشش کن. یه ذره برو سراغ فوروارد سلکشن و اون قابلیت جابجایی رو هم در نظر بگیر. ما اون جوونیام یه پیپر نوشته بودم، یه الگوریتم L پلاس کا ماینس اونجا خودم اختراع کرده بودم، اونم خوب کار میکنه. چجوری بود؟ میگفتم L تا فوروارد سلکشن برو، انتخاب کن. حالا کا تا بکوارد الیمینیشن اون L تا فوروارد سلکشن بزن. یعنی شروع میکنی یه ویژگی رو برمی‌داری دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، مثلا 10 بار ویژگی انتخاب میکنی. حالا 3 بار ویژگی حذف کن این 10 تا. دوباره 5 تا برو جلو.
باید یه مصیبت داشتم این ال به علاوه کا توهی نباید بشه. یعنی شما ال نباید مثلا بگی 5 تا فوروارد برو حالا 8 تا بکوارد برو. خب این کاش میشه یه چیزی باقی نمیمونه. ولی تلفیق کردنشون خیلی میتونه کنه. بعد اینو برداشته بودم با ژنتیک الگوریتم مقایسه کردم، نشون داده بودم که مثلا خیلی ژنتیکی که اون همه وقت گذاشتم جینش اونقدر نیست که با این الگوریتم خیلی سریع من به نتیجه رسیدم. واسه خاطر همین از اون موقع قائل شدم به فوروارد سلکشن که الگوریتم بسیار با کارایی خوبی داره و میتونه خیلی سریع مسئله شما رو حل کنه. البته بچه‌ها این یه لحظه سوالتون، این اکستنشن های مفصلی داره توی توی شناسایی ما در موردش حرف میزنیم. این فوروارد سلکشن بکوارد الیمینیشن ها میتونن اپتیمال باشن به شرطی که کی اپتیماله؟ واسه شناسایی دارا فضا ارتوگونال باشه. ما اونجا بحثی داریم به نام ارتوگونالیتی. اگر فضای ویژگی شما متعامد 100% باشه، یعنی همه ویژگی ها ضرب داخلیشون کنی بشه 0، شما یه ویژگی رو حذف بکنی یا بیاریش رو بقیه تاثیر نمیذاره. پس موقعی که داری فوروارد سلکت میکنی بعد نگرانی که ممکنه اینی که الان انتخاب کردم نتونه با بعدیا ترکیب خوبی رو بسازه، چون توصیفش تو فضا یونیکه، این به این هیچ ربطی نداره توصیفش. پس اگر فضا ارتوگونال باشه این کارو میکنیم. فرایند چی؟ گرامشمیت. پوستشون کنده شده، کد نویسیش خیلی سرطانه. که حالا مثلا اونجا کلی بحث اینا میشه، حالا ما خیلی دیگه به اون نمیپردازیم، در همین حد کفایت میکنه. خب میخوام وارد مپینگ بشم. سلکشن همینقدر کافیه. دوستان میخوام در مورد مپینگ باهاتون صحبت بکنم. سلکشن، پس من ویژگی ها رو دست نمیزنم، همونا رو عیناً میگم بفرمایید بیایید توی بازی ما. اما توی بحث فیچر کاندیشنینگ ما یه مقوله مپینگ داریم. یه شکل بکشم یه ذره ذهنیت شما رو مثلا نزدیک بکنم به قضیه. فرض کنید یه x1 دارید، یه x دو تا ویژگی داره. یه سری از داده هاتون اینجوریه. کلاس 1، کلاس 2 تون هم اینه. درست؟ حالا میخواید کلاسیفیکیشن انجام بدید، میخواید اینا رو از هم جدا. فیچر کاندیشنینگ هم دارید توی مجموعه. سوال اینه من میتونم فیچر سلکشن انجام بدم؟ جواب خب بیا فیچر سلکشن. فیچر سلکشن یعنی چی؟ یعنی این تصویر میشه اینجا دیگه، درسته؟ یعنی فقط x1 انتخاب بشه. پس این بازه است. بعد اگر من بخوام مثلا یه فراوانی تورم بکشم، مثلا این میشه مثلا تابچگالی فراوانی. این یکی چی؟ این یکی هم میشه این دیگه، درسته؟ پس این هم میشه یه فراوانی آبد کشیدن. این مثلا تقریبا چه اتفاقی افتاد؟ بچه شما این پایین نگاه کنید این کلاس ها رو چی میبینید؟ اگه تصویر بشه فقط روی x1، سلکت x1 یعنی تصویر بشه روی x1 دیگه. شما اینا رو نمیتونید بفهمید. اینجایی که من مشکی هاشور میزنم دیتاهایی هستن که تصویر شدن و به احتمال بسیار زیادی روی هم قرار گرفتن. پس شما فقط با x1 اینا رو از هم جدا نمیتونید. یعنی فقط اگه ویژگی x1 رو داشته باشیم مثل اینه که من فقط تو کلاس قد رو در نظر بگیرم، نمیتونم. بالعکسش چی؟ میشه این دیگه، درسته؟ ببینید این ناحیه دوباره چیه؟ همپوشانی داره دیگه. یعنی من فقط با x2 اگه بخوام کار کلاسیفیکیشن انجام بدم بازم درست؟ x1 تو سلکشن اصلا جذاب نیست برای. اما
اگر بیام این خط رو در نظر بگیرم، این خط چیه؟ مثلا A1 X1 به علاوه A2 X2 یه خطه دیگه، قبوله؟ عرض از مبدا هم که نداره دیگه، چون چیز دیگه. اون قضیه اسکیل رو یه بار گفتم خیالم راحت شد. حالا تصویر کنید اینا رو. این میشه اینجا، اینم میشه اینجا. چی شد؟ من با این میتونم اینا رو از هم، این میشه مپینگ. من بازم دارم روی یه بعد کار تفکیک رو انجام میدم، نه دو بعد. اما نیومدم فقط یه ویژگی بردارم یه ویژگی بردارم، یه موجود جدیدی خلق کردم که ترکیبی از ویژگی هاست و قابلیت دیسکریمینیشن خوبی رو به من میده، قابلیت تفکیک خوبی رو به من میده. این همون مفهوم مپینگه که البته این الان یک مپینگ چیه؟ لینیر هستش. یعنی شما A1 برابر X1 رو با A2 برابر X2 تونستید تلفیق بکنید و اینها رو از هم تفکیک بکنید. از دیدگاه اند یوزرهای ما، یعنی اونا که مشتری ما تو ماشین لرنینگ هستن، مشتری نیروگاهیمون هستن، مشتری کلینیکیمون هستن، مشتری چه بدونم بیمارستانی هستن، این سلکشن جذابه چون ویژگی های حوزه اونا رو برمیداریم، اغلب سعی میکنیم انتخاب کنیم براش. این خیلی جذاب به نظر نمیاد، چون شما میخوای توضیح بدی من 2 برابر وزن ضرب 6 برابر قد کردم، اگر این عدد رو حساب کنی این کلاس قشنگ قابل تفکیک میشه. 2 برابر مثلا ارتعاش رو ضرب 4 برابر ساوند کردم. مثلا ما یه پروژه‌ای داریم، هم صوت داریم اندازه گیری میکنیم تو محیط، هم داریم ارتعاش اندازه گیری میکنیم. برای یه دونه بیرینگ مثلا میخوایم بفهمیم معیوبه یا معیوب نیست بیرینگ. مثلا الان چرخ ماشین من صدا میده، تا صدا میده من بر مبنای صدای میرم پیش مکانیک. شاید اگر عادی نشسته باشم ارتعاش خیلی به من انتقال چیز نده. این خب من سنس دارم، میفهمم. طرف میاد یه جک میزنه میاد بالا میگه گاز بده، گاز میدم میگه اوه، میگه آره یه مشکلی داره. ویبرومتر که نمیچسبونه روی شفت چرخ ماشین که بفهمه چه اتفاقی میفته. درست شد؟ اون برای اون سنس داره. ولی من بخوام دقیق انجام بدم میام یه ترکیبی از اینا رو میسازم. حالا 2 ساعت به یارو مکانیک من اینو بخوام توضیح بدم که اون درکی از این قصه پیدا نمیکنه. درست؟ اما این اماش چی بود؟ اما بود دیگه ها. اما یه نکته مهم بچه ها، A1 و A2 یه سنسی به من میده که هر کدوم از ویژگی ها، البته به شرطی که X1 و X2 اسکیل و ایناشون بخونه با هم، که هر کدوم از ویژگی ها چقدر مؤثر هستن. مثلا باشه 10 تا X1 به علاوه 3 تا X2، اگه اسکیل X1 و X2 با هم یکسان باشه شما چی میفهمید؟ که ویژگی 1 به اندازه 10 سهم در تفکیک موثره، اون یکی به اندازه 3 سهم موثره. این 1/3 اون. باز میتونید برای اون حضرت آقای اند یوزر یه ذره سخنرانی بکنی بر مبنای این A1 و A2 یا وزنهایی که شما در مپینگ به ویژگیاتون میدید. پس مپینگ خیلی هم چیز مزخرفی نیستش و میتونه خیلی برای ما مفید باشه. اپتیمال مپینگ چیه؟ اپتیمال بخوایم نگاش کنیم. اپتیمال، آقا اپتیمال کلاسیفایر کی بود؟ حضرت آقای بیس. یادمون نره هنوزم که هنوزه بیس اپتیمال کلاسیفایر. چرا یه ذره گفتیم ولش هم کردیم، خیلی روش وای نستادیم زیاد؟ چرا ولش کردیم خیلی روش وای نستادیم؟ یا الان هم مثلا خیلی تمایلی به بیس نیست. چرا نیست؟ تخمینه خیلی کار سختیه. پیدا کردن اون چابه چگالی احتمال بسیار کار سختیه.
و شما چیزی هم که پیدا میکنید برای پیدا کردن یه چگالی احتمال شما به انقدر داده نیاز دارید. بی نهایت داده باید داشته باشید و اگر داشته باشید آره اپتیماله، یعنی مولا درز اون نمیره برای کلاسیفایر. حالا نکته اینه من با کلاسیفایر بیز اگر بخوام به مسئله مپینگ نگاه کنم چجوری فرمولیزش کنم؟ فرمولیزه یعنی چی؟ یعنی بگم A1 چند باشه A2 چند باشه دیگه، درسته؟ یه جورایی A1 A2 انتخابش سلکشن هم برای من کاور میکنه دیگه، قبول دارید؟ یکی صفرشون یکی یک بشه سلکشن هم کاور میکنه دیگه. میام چجوری فرمولیزش میکنم؟ دقت بفرمایید. میام این کارو میکنم، میگم آقا این فرض کن تابع چگالی احتمال x به شرط کلاس 1، این هم x به شرط کلاس 2. خب حالا دو بودی جوری شد. شما A1 و A2 رو باید چنان پیدا کنید که بعد از تصویر کردن و تشکیل اینها این سطح چی بشه؟ مینیمم بشه دیگه. انقدر باید این خطه رو این ور اون ور بکنید تا این چگالی احتمال با هم همپوشانی پیدا نکنن، یا اگر پیدا کردن همپوشانیشون چقدر باشه؟ مینیمم. اپتیمال اینه. درست شد؟ پس مدینه فاضله رو نشون دادم. مینیمم این A1 فاین A1 A2 به طوری که این مینیمم. آره علی رو اون کار سرطانیه، یعنی من هر دفعه اینو هر جوری تصویر میکنم برم یه تابع چگالی احتمال باش میذارم من پوشش اوه چه خبره؟ خیلی به لحاظ نیومریکال بسیار کار مصیبتی، حتی حل تحلیلیش هم بسیار کار سختی هست. کی اومد ما رو نجات داد؟ یه بابایی اومدش اوایل قرن 20 به نام حضرت آیت الله فیشر. آماردان بوده. اومد یه ایده باحال مطرح کرد. ایدهش هم البته شروع ایدهش هم ایده بود که مبتنی بر فضای اینجوری، یعنی ایدهش این بود میگه من n بعد رو میخوام بیارم روی یه بعد و با اون یه بعد دو تا کلاس از هم تفکیک کنم. خب دیدگاهش این بوده n بعد به یه بعد. حالا بعداً الگوریتم‌های خیلی گردن کلفتی رو میگیم. و برای اینکه این کار رو بتونه انجام بده دیدی این کارا سخته، اومدش اون موقع هم که خب طبیعتاً مسائل حل می‌کردن جماعت بیچاره کامپیوتر نشون مثل ما که حال می‌کنه میدیم فرتی هم دستی حل می‌کرده یارو دیگه بیچاره. پس بنابراین واسه یه چیزایی پیدا می‌کرده که ساده باشه دیگه، یه چیز جمع و جوری باید پیدا می‌کرده. ولی خب اون جمع و جوراشون واقعا جمع و جوره. اومد چیکار کرد؟ گفت آقا تو A1 و A2 رو هی تلاش بکن کاراش رو انجام بدی، ولی دقت بکن طوری عمل بکنی که وقتی این تصویر سازی ها داره انجام میشه ما دیگه تابع چگالی احتمال نخواهیم تخمین بزنیم، بیایم از یه چیزایی که تابع چگالی احتمال توصیف میکنه استفاده کنیم. خب توصیف کننده تابع چگالی احتمال مثلا گوسی، تو چی رو بدونی حال میکنی؟ میگی گوسی رو میدونم، میانگین واریانس. میگی من میانگین واریانس رو بدونم یعنی گشتاور اول و دومش دیگه، درسته؟ یا آقا این دو تا گشتاور به من بدی حالا برای تابع چگالی احتمال دیگه میشه. اینو من رو گشتاور اول و دوم سرمایه گذاری کردم. یعنی چی؟ یعنی میانگین و واریانس برای کلاس 1، میانگین و واریانس برای کلاس 2. خب من در فضای دو بعدی یه میانگین یک واریانسی دارم، اون فضای این بعدی هرچی. این بعد از اینکه تصویر میشه روی بعد یه میانگین پیدا میکنه یه واریانس، یه میانگین پیدا میکنه یه واریانس، درسته؟ شما دوست دارید این میانگینا نسبت به هم چی جوری باشن؟ میانگینه تا اونجایی که دوست دارید از هم چی باشن؟ دور باشن. قبوله؟ حله؟ دوست داریم خیلی دور باشن. خب آیا میانگین به تنهایی چیز خوبیه دور بودنش از هم؟ خب مثلا فرض بفرمایید من فقط میانگین رو در نظر بگیرم، میانگینشون رو در نظر بگیرم، مثلا یه کلاس اینجوری داشته باشم با این میانگین،
یه کلاس اینجوری داشته باشم با این میانگین، میانگینشون رو اینجا تصویر بکنم انقدر فاصلش دوره، ولی اگر این ور تصویر بکنم بسیار به هم نزدیکه. خب پس یعنی این بدتره اون بهتره؟ نه، میانگین دور به تنهایی کفایت نمیکنه. میانگینا از هم فاصله داشته باشن، یعنی میو یک منهای میو دو تا اونجایی که ممکنه مثلا قدر مطلقش ما باید چیکار کنیم؟ ماکسیموم بکنیم و همزمان واریانسشون رو هم تا اونجایی که ممکنه چیکار کنیم؟ ببین الان مشکل تصویر اینور چیه؟ میانگینه اصلا فاصله گرفتن ولی واریانساش خیلی واریانسای گنده‌ایه بعد از تصویر. دوست داریم بعد از اینوری چرا خوبه؟ به خاطر فاصله میانگین نیست، به خاطر اینکه بعد تصویر واریانسش بسیار بسیار چی شده؟ کم شده. یعنی مینیمم بکنم واریانس ها رو بعد از تصویر. اگه این دوتا مؤلفه رو فیشر گفت اگر به صورت همزمان بتونید برآورده بکنید میتونید خیلی خیلی خوشحال باشید. برای اینکه این کارم انجام بده یه تابعی معرفی کرد معروف به فیشر دیسکریمیننت ریشیو FDR. این چی بود؟ این بود. همین دوتا موجود رو بر هم چیکار کرد؟ تقسیم کرد. خب حالا اینو ماکسیمومش کنید. ببین با دیدگاه آماری به مسئله بازم نگاه کرد. اپتیمال هم لزوما، ببین این سطح اپتیماله ولی این لزوما اپتیمال نیست، ولی در نوع خودش تکنیک بسیار بسیار خوب و اساسیه. محاسباتش و اینا اونقدر پیچیده نیست. فیشر دیسکریمیننت ریشیو. دمش گرم. حالا سوال اینه علیاری با این ایندکس ما چطور میتونیم یک دو رو انتخاب کنیم؟ جواب وقتی هیچ. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به سختی این کار رو میتونیم انجام بدیم. من یه ذره کوچولو یه ریاضیاته مثلا سوالاتتون رو اگه 6 7 دقیقه چون وقت ندارم بعدش بپرسید نداره. این چیزای ریاضیاتی بنویسم که سه شنبه بتونم یه ذره کارو هول بدم. طبیعتا من برای اینکه بخوام این رو بچه‌ها ماکسیمومش بکنم طبیعتا باید تبدیلش کنم به مثلا اپتیمایزیشن و این حرفا دیگه. شما فرض بفرمایید y که یه بوده باشه a1 x1 به علاوه a2 x2 دو بعدی می‌نویسم، میتونم m بعدی هم بنویسم اینو میشه m بعدی هم نوشتش. حالا این برای کلاس دو تا کلاس 1 C1 و کلاس C2 من باید میو 1 میو 2 سیگما 1 و سیگما 2 رو محاسبه بکنم. خب برای محاسبه میو از چی استفاده میکنیم ما؟ طبیعتا تخمینش میزنیم دیگه. درسته؟ میو رو که نمیتونی یه ضرب حساب کنی. چجوری تخمینش میزنی؟ میشه 1 روی تعداد نمونه ها از 1 تا n. درست؟ حالا فرض کنید اگر میو 1 باشه کلاس 1 باشه میشه داده‌هایی که تو کلاس 1 قرار گرفتن. x آی ها حالا این میانگین داده، حالا بذارید دو بعدی چون دارم می‌نویسم دو بعدی بنویسم x1 x2 آی حاصل یه برداره دیگه. اوکی؟ حالا اگر n تایمز بنویسم اینم بردارش در میاد. میو 2 هد چی؟ اینم n1 یک روی n2 سیگمای داده‌هایی که تو کلاس 2 هستن. قبول؟ چی؟ دو بعدی هست مثلا دیگه. یادمون نره بچه‌ها ما فضای x این که متعلق به r n داریم میریم به فضای y که متعلق به r یه بعد میشه. فیشر اینجوری نگاه کرده مثلا چون فضای m بعدی رو حالا دو بعدی شو من دارم می‌نویسم براتون. اوکی؟ یعنی اگر اینا بخوام کامل‌تر هم بنویسم
y مساویه با سیگمای a i x i از 1 تا n. تبدیلتون هم اینجوریه که میتونم بنویسم a ترانسپوز x برداری بخوام بنویسمش. بچه وقتی a1 x1 به علاوه a2 x2 رو توی کلاس 1 دارید حساب میکنید چه اتفاقی براش میفته؟ اینم یه میو حد 1 داره، یه میو حد 2 داره دیگه، درسته؟ چون دو بعدیه، یه میانگین تو این راستا داره، یه میانگین تو اون راستا داره. برای کلاس 1 این چه اتفاقی میفته برای وای؟ اگر من وای 1 پایین می‌نویسم، منظورم میانگینه که بخوام میانگین کلاس وای رو توی کلاس 1 حساب کنم. میو وای 1 این همونه دیگه. ببینید این میوه بعد از نگاشته دیگه، میگه نگاش کردی و میانگینه تا اونجایی که ممکنه دور بشه. دارم می‌نویسم فرمولیزش کنم. میشه میوه وای 1، یعنی میوه وای هایی که برای کلاس 1 هستن. این آقا ببینم یه بعدی هم هستش. چجوری اینو باید حساب کنم؟ میوه وای 1 میشه چی؟ میشه 1 روی n1 دوباره سیگمای i از 1 تا n1 a1 x1 i به علاوه a2 x2 i. همه اینا رو اینجوری باید جمع کنم دیگه بعد تبدیل. تا اینجا حله؟ این میشه چی؟ 1 n1 a1 بیاد بیرون میشه سیگمای این میشه 1 انوم a1 میو 1 به علاوه a2 میو 2، ولی این رو کلاس 1. حالا کلاس 1 هم این بالا بنویسم که این منظور من این کلاس 1 دیگه این بالا. a برابر میانگین بعد اول کلاس 1 a برابر میانگین بعد دومه. خب این چیه دوباره؟ اینو برش دارم دیگه، 1 انوم هم میاد پایین جمع میشه دیگه. اینه a ترانسپوز در میو حد 1 میو حد 2 کلاس 1 دیگه. یعنی همون بلایی که سر x میاری همون بلا سر میانگین اینم میاد. درست شد؟ همون بلا سرش میاد. پس من این رو میتونم بردارم کجا بنویسم؟ جای میو 1 بنویسم. جای میو 2 چی باید بنویسم؟ تو کلاس 2 جای میو 2 هم هست، اینو بنویسم دیگه. قبوله؟ حل تا اینجا؟ و تو صورت یه ای ترانسپوز فقط میاد فاکتور. مخرج چی؟ سیگما چیه؟ سیگما 1 دوباره سیگما حد 1 رو بخوام حساب کنم برای کلاس اولم چی میشه؟ واریانس میشه دیگه، درسته؟ واریانس کدوم؟ دو بعدی اونجا. واریانس یه بعدی یا دو بعدی کدوم رو باید حساب کنم؟ جلسه بعد انجام.